حالا از این قضایای بورینگ نمیدونم ریت و قیمت و اینا که بگذریم، آقا ریت ها بالاست و ما جدیدا نشینیم که چه اتفاقی برای این ریت ها خواهد افتاد. یه سری کلیپ میخوام بذارم یوتیوب، بریم نگاه کنیم ببینیم حاج آقا عشق ماها آقای پاول که چرمن فد هستن، به اصطلاح رئیس فدرال رزرو، که الان جلوی کنگره داشتن سوال جواب حرف میزنن، یکی هم کنفرانس داشتن حرف میزدن. بریم ببینیم چی میگن که آقا این ریت ها قرار بیاد بالا، قرار بیاد پایین، چه اتفاقی میفته. چون که الان ما اگر برای تورم آمریکا نگاه کنیم میبینیم که تقریبا یه کنترلی رو شده، یعنی زمانایی که خب 9% بود 5% بود زمانای کرونا داره دیگه میرسه به نورمالایز ریت، یعنی یه جورایی به اون 3%. حالا برای قیمت ها که بیاد پایین CPI باید اصلا منفی باشه که خب این اتفاق هیچ وقت نمیفته متاسفانه و نباید هم اصلا انتظار داشت. ولی خب اگر قیمت ها بره رو نورمالایز 2% 3%، اون تارگتی که فد میخواد بزنه، میتونن در این مورد فکر کنن که ریت ها رو بیارن پایین. حالا اینفلیشن میدم ارقام به 4% 3.7% که اینجا باشه رسید، دیگه ریت ها رو نبردن بالا. ولی الان میبینید که روی لو 3% هستش. این 3% چیه؟ اینه که میگن از این ماه سال پیش تا این ماه امسال چند درصد قیمت ها بهش افزوده شده، که year over year یعنی این ماه سال پیش به این ماه امسال 3% قیمت افزوده شد. حالا این اوریج هزاران قیمت بهش میگم basket of goods، مثل انرژی، مثل سرویس، مثل خونه، مثل تخم مرغ، مثل شیر، اینا رو یه حالت بهش میگن weighted average کردن و یه شماره ازش در آوردن. حالا میشه در مورد CPI ساعت ها حرف زد، ولی اگر ببینید رو 3% و خب پایین تر اومده دیگه. و سوال اینه که و زیر فورکست هم بوده که آقا ما فکر می‌کردیم که 3.1% باشه، CPI 3% شده، یعنی تورم یه جورایی داره کنترل میشه. حالا کنترل شدن یعنی قیمت‌ها با اون روندی که هی بالا میرفته دیگه نمیره، با روند کنتری داره قیمت‌ها بالا میره، ولی هنوز قیمت‌ها داره بالا میره. تا این CPI مثبت باشه یعنی قیمت‌ها داره بالا میره. بریم این ویدیو رو ببینیم حاج آقا عزیز دل پاول چی داره به ما میگه که خب چی میشه، میبره قیمت‌ها رو بالا، میاره قیمت‌ها رو پایین، خب چی میشه دیگه. I guess my point is, and I know you're going to do this anyway, but I'd be really careful with this economy. I mean, people just don't feel better off today. And one can marshal a persuasive argument that, well, you should, compared to Europe, or compared to China, compared to Canada. But they, you know, feelings are feelings. People don't feel good about this economy. And it's primarily because of inflation. Let me use my final 30 seconds to ask you. اینجا آقای سناتور کندی یه حرف خوب میزنه، میگه آقا شما و دولت آمریکا به مردم میگه که شما باید احساس خوبی نسبت به اقتصاد داشته باشید. چرا؟ چون که ما تورممون از اروپا کمتره، از چین کمتره، وضعیت اقتصادی ما از اونها بهتره. ولی خب وقتی ملت تورم رو میبینن، قیمت‌های غذاییشون، قیمت خونه به این حد داره بالا میره، براشون مهم نیست که چقدر شما تفاوت داشته باشی با مثلا تورم اروپا. به هر حال احساسی که الان در آمریکا هستش اینه که وضعیت اقتصادی به خاطر تورم بالا خوب نیست. این چیزی که داره میگه که من فکر کنم داره میرسه به این بحثی که آقا شما تورم رو چجوری میخوای کنترل کنی. I listened to my good friend the chairman give his opening statement. Do you think inflation was caused by corporate greed? I hate to comment on something the chairman was speaking about. I'll go ahead. Well, so I will just say we see at the Fed, we see inflation as when there's an imbalance between supply and demand, and we use our tools to work on the demand side of that and bring it back into line with supply. I got 2 seconds. So when are you going to lower interest rates? I'm today not going to be sending any signals about the timing of any future actions. Thank you, Mr. Chairman. خب بخش دوم این ویدیو هم سناتور کندی گفت که تو فکر می‌کنی که الان با آقای پاول که تورم به خاطر پول دوستی و طمع این کمپانی‌های بزرگه، و آقای پاول میگه که ما فکر می‌کنیم که تورم بیشتر به خاطر اینه که عرضه خیلی پایین‌تر از تقاضاست. وقتی تقاضا از عرضه بالاتر باشه قیمت‌ها بالا میره و وظیفه من اینه که اون تقاضا رو بیارم پایین. حالا منظورش چیه؟ اینی که وقتی ریت ها رو میبرم بالا تقاضا میاد پایین‌تر دیگه و اون باعث میشه که تورم بیشتر باشه.
و آخرین سوالی که آقای کندی که آقا این سود پولا رو کی پایین میارید که میگه با همین خیال باش به قولی، ولی میگه خب من اصلا نمیخوام هیچ سیگنالی بدم که چیکار میخوایم بکنیم. یعنی نمیگه نه نمیگه آره. و این یه ماه پیش بود، ولی میخوام 2 تا کلیپ دیگه با هم صحبت کنیم که آقای پاول در مورد سود پولا یکم صحبت کرده. So the Fed has set a target for inflation of 2%. Now, can you clarify, does that mean that the inflation rate has to be at 2% before you're ready to move, if you are ready to move, or does it have to be within sight? And what does it mean to be within sight? So when we change interest rates, that tightens financial conditions, and that in turn affects economic outcomes, growth, labor markets, and ultimately inflation, but with lags that can be long and variable, as Milton Friedman famously said. And the implication of that is that if you wait until inflation gets all the way down to 2%, you've probably waited too long, because the tightening that you're doing, or the level of tightness that you have, is still having effects which will probably drive inflation below 2%. So we've been very clear that you wouldn't wait for inflation to get all the way down to 2%. Our test has been for the past quite some time that we wanted to have greater confidence that inflation was moving sustainably down toward our 2% target. And what increases that confidence in that is more good inflation data. And lately here we have been getting some of that. این بخش هم که می‌بینید توی کنفرانسی بود که اکونومیک کلاب بود که خب تو کنگره نبود، این زیرو اوت نبود که بعد چیز می‌کنه خود می‌تونه راحت‌تر حرف بزنه. بهش ایشون پرسید که آقا شما من این سیگنال آفت با ما دارید که وقتی CPI اون شماره CPI به 2% برسه که الان ماه آگوست جولای 3% بوده، وقتی به 2% برسه ریت ها رو می‌خواید پایین بیارید. ایشون میگه که خب نه نباید وایسیم تا به 2% برسه. وقتی به 2% رسید یعنی هنوز یه سری افکت هایی هستش که اونو از 2% پایین تر میبره و شاید اصلا دیر باشه. ما میخوام ببینیم که چه سیگنالایی اون اینفلیشن ریپورت، 3 تا ریپورت، حالا ما CPI یکیشه که دیدیم که اونا خوب باشه به سمت 2% بره، و وقتی هی به سمت 2% رسید ما شروع میکنیم به کات کردن ریتا که سود پول پایین میاد. خب سود پول خونم به خاطر هر سود پولی در کل کاست اف کپیتال پایین تر میاد. این خیلی مهمه چون ما در 3%یم. اگر تو ماه آگوست، سپتامبر، اکتبر هی اینا بشه 3%، 2.9%، 2.8%، یه ترندی باشه که داره به 2% میرسه و خب میتونه زمان زیادی ببره. از دهن فد خود ما شنیدیم که میتونه ریتا رو پایین بیاره اون زمان. 2 تا ویدیو دیگه داریم که میخوام صحبت کنیم. یکی در مورد 2 تا جفتش فکر کنم در جلسه آقای پاول با کنگره بوده که در مورد مسائل ملک صحبت میکنیم. میدونم ویدیو اول ما در مورد سود پول و الان وضعیت خوبی هست صحبت کنیم، ولی این ویدیو بیشتر میخوایم در مورد مسائل اقتصادی دور و برش صحبت کنیم که این باعث میشه که چه فاکتورهایی داره قیمت خونه و سود خونه رو دیکته میکنه به ما. خیلی مهمه. شما اگه میخواید خونه بخرید، شما میخواید سرمایه گذاری کنید، باید اولا بدونید قیمت‌ها چجوریه، وام چجوریه، سود پول چجوریه. ولی اگر میخواید واقعا اطلاعات بیشتری داشته باشید، اینفورم باشید، باید ببینید که اقتصاد چجوریه، چه فاکتورهایی اینا رو تحت تاثیر قرار میدن. این ویدیو رو ببینیم سریع. من سعی می‌کنم ترجمهش کنم، یه سامری بهش بدم. ویدیو بعدی هم ببینیم. این 2 تا ویدیو از نظر من خیلی مهمه چون که قشنگ میتونه به ما نشون بده که چه فاکتورهایی از لحاظ کسی که تصمیم گیرنده مانتری پالیسی هستن و اون آیندهش چجوریه. آینده نگری رو ما از کسایی میتونیم بفهمیم که به ما دارن میگن چه پلنایی دارن، چه کاری میخوان بکنن. این ویدیو رو سریع ببینیم. من یکم سعی میکنم اسکیپش کنم چون نمیخوام تمام ویدیو 3 دقیقه فقط تو سکوت باشیم. وسطش من کامنتری میدم. Housing has fallen, the strong labor market has kept prices high. That matches what I've been seeing in Georgia. Too many folks can't afford a home. According to the Monetary Policy Report, mortgage rates were averaging around 7% last month. That's tough for lower income home buyers. Increases of just a percentage point or two can be the difference between owning a home or not. Are you concerned about this interplay between lower demand yet stubbornly high prices and what it means for folks trying to buy a home? And what do you think is driving these high prices? ایشون میگه که خب بله وقتی دیدیم که امپلویمنت نامبرها همه خوبه و قیمت‌ها هنوز خیلی بالاست و می‌بینیم که ریت هم هنوز بالاست، خب خیلی‌ها نمیتونن خونه بخرن. و یک حرف خیلی جالبی هم گفت که ریت که 1-2% کم و اضافه بشه تفاوت
خیلی هست که بتونن خونه بخرن و نخرن. همون حرفیو که ما تو ویدیو قبلی زدیمه که ریت ها خیلی مهمه. وقتی ریت 2% برسه به 6% میتونه خیلی از کسایی که میخوان خونه بخرن از چرخه تقاضا بریزه بیرون. و یه پوینتی دیگه هم داشت که پوینت خوبی بود، این که چرا الان ریت ها بالاست، تقاضا پایینه، قیمت ها هنوز بالا مونده. ما صحبت کردیم که چرا، چون مارکت فریز و جوری که MLS هستش باعث این مسئله میشه، ولی خب این تاپیک این نیست. ببینید آقای پاول در این جواب چی میگه. سوال خیلی خوب بود. ولی So the housing market is in a very challenging situation right now. You have this longer run housing shortage, but at the same time, you've got a bunch of things that have to do with the pandemic and the inflation and our response with higher rates. So you have a shortage of homes available for sale because many people are living in homes with a very low rate mortgage that they can't afford to refinance, so they're not moving, which means the supply of regular existing homes that are for sale is historically low and very low transaction rate. That actually pushes up prices of other existing homes and also of new homes because there's just not enough supply. The builders are busy, but they're running into all kinds of supply issues still around zoning and workers and things like that. So it's quite challenging. And of course, rates are high. So people who are buying, a lot of the buyers are cash buyers or are able to actually pay without a mortgage because mortgages are expensive. I will say the first problem, the longer run problem of supply, is a longer run problem. The other problems associated with low rate mortgages and high rates and all that, those will abate as the economy normalizes and as rates normalize. But we'll still be left with a housing market nationally where there's a housing shortage. جواب خوبی بود. به نظر من یک بخشو قبول دارم، یه بخشو شخصا قبول ندارم. بخش اولش رو که میگه خب بله، خب ریتا بالاست، خیلی رو 2% 3% خونه‌شون رو خریدن، خب نمیتونن نه ریفایننسش کنن یا بفروشن برن جای دیگه بخرن، به خاطر همین عرضه خیلی پایینه و خب خیلی دارن خونه میسازن، گفت خونه‌های جدید میسازن، ولی خب اونا مشکل دارن. چوب الان گرونه، من فکر کنم بتون گرونه، سیمان خیلی گرونه و خب اون به اصطلاح خیلی زونینگ هم اینه که زونینگ یعنی چه جایی میتونی خونه بسازی، چه زمینایی میتونی بسازی، چه مناطقی میتونی بسازی و اونم سخت‌تر میکنه که خونه‌های جدید رو ساختن و اون یه دلیل رو میدونه. دلیل دوم میگه که خب ریتا خیلی بالاست، وام گرفتن، وام خونه گرونه و کسایی که میخوان خونه بخرن، اگه ویدیو قبلی دیده باشید، کسایی که فقط کش میخرن، یعنی پول نقد. من خودم ویدیو قدیمی رو اگه بریم ببینین، همین ویدیو قبل این ویدیو که گفتم آقا میخوای خونه بخرید الان وقت خوبی اگه پول نقد دارید، پول نقد ندارید وام خیلی گرونه. همین حرفو آقای پاول زده، گفته خب بله، کسایی که فقط میتونن الان خونه بخرن پول نقد دارن، خونه‌شون رو یه جا فروختن، پول نقد رو آوردن یه جا دیگه خونه بخرن، این وام رو از مسئله حذفش کردن. حرف آخری هم که زدین که این مشکل دوم خیلی مشکل سختی نیست، مشکل کمبود عرضه خونه است که مشکله. نه خونه‌های زیادی ساخته شده در این چند سال، نه خونه‌های زیادی داره فروش میره و خب وقتی عرضه کم باشه، تقاضا بالا باشه، قیمت بالا میره. و آخرین ویدیو که میخوام بهتون نشون بدم یک خبر خوبی هم نیست، در مورد اینه که حتی اگه ریت هم پایین بیاد، قیمت خونه‌ها میتونه بالاتر باشه، چون که عرضه خونه سینگل فامیلی، یعنی خونه ویلایی که خب حیاط دار، هنوز کم خواهد بود و قیمت ها هنوز بالاست، چون که اینقدر خونه سازی نمیشه. بریم ببینیم این کلیپ رو سریع. Monetary policy impacting the supply of affordable rentals. I don't know that we're affecting the supply of affordable housing. If you think of affordable housing as something that's connected to some sort of government program, that's not our bailiwick. I mean, clearly interest rates do affect the affordability of housing, though. And there was a key point that you made in an earlier, I think, reference about and in your response to Senator Smith about the monetary policy and the calculation of rents. Can you just briefly talk about that? I have one last issue I want to get to before I run out of time. It's hard to talk about it briefly. It's actually very conceptually challenging to think about housing inflation. Do you include the costs of financing it? Do you include the sale prices? And the answer is we don't. We convert ownership into an imputed rent, and that's 2/3 of homes are owned. And then we actually measure rents, but leases only turn over once a year. So you look at market rents, and what's happening with newly signed leases may be very different from what was happening a year ago. So it's complicated, but the good thing is we understand all that, and we look through that. We look at
housing services overall as one of the three important categories, along with non-housing services and goods inflation. Thank you for that. In the line of affordability and housing, again, sort of very general, I think, to the broad monetary policy and state of our economy, and unique to California. And I raised this with Secretary Yellen when she was here as well, the insurance gaps that are for today's conversation. Can you talk to me about or share with us how it is that or what you think the impact might be of this sort of protection gap in insurance coverage on the overall stability of financial institutions in the broader economy? It is clear that insurance of various different kinds, housing insurance, but also automobile insurance and things like that, that's been a significant source of inflation over the last few years. And it's to do with a million different factors. It's nothing that we control from a regulatory or a supervisory standpoint. You know, in the longer term, companies are withdrawing from writing insurance in some coastal areas, and you got to think 10 years from now, how are you going to get housing insurance? And you know, maybe the government will have to step in, but it's a significant issue. همونجور که می‌بینید دو تا صحبت جدید شد تو این ویدیو. یک بحث این بود که خب بله وقتی عرضه خونه کم هستش خب قیمتا میره بالا، ولی ایشون در مورد اجاره صحبت کرد که آیا واقعا فاکتورایی هستن که اجاره رو بالا میبرن که خب پاول حالت نان کامیتال جوابی بهش نداد. این سوال آخر رو فقط می‌خواستم بهش توجه کنیم که ازش پرسیدن که این قضیه بیمه خونه که خب بیمه خونه در کالیفرنیا، فلوریدا خیلی بالا رفته، خیلی از کسایی که اینشورنس خونه میدادن کمپانی‌ها اصلا از این استیت‌ها رفتن بیرون، دیگه اینشورنس نمیدن. مثلا تو فلوریدا سیتیزنز اینشورنس که واقعا که دولتی هم هستش که داره پراپرتی اینشورنس میده و خب میگن که جوری که پاول میگه این هم میتونه رو قیمت خونه تاثیر بذاره. نه اینکه قیمت خونه بالاست، نه اینکه سود پول بالاست و خب سخته و افوردبیلیتی، دسترسی به خرید خونه خیلی پایینه. الان تکس ها بالا رفته، ولی به گفته خود پاول اینه که الان و تا 10 سال آینده آیا اصلا امکان هستش که این خونه‌هایی که جاهای نزدیک آب هستن بیمه داشته باشن؟ و خب وقتی می‌بینیم بیمه‌های خونه از $2,000 در سال به $6,000 رفته، کاست آف هوم اونرشیپ یعنی اون خرج داشتن یک خونه رو چند برابر بالا میکنه. و این چیزی که فد هم میگه، این چیزی که به هر حال شما خونه رو بخرید ریتت هم پایین باشه، به هر حال تکس و اینشورنس هر سال بالاتر میره و این چیزی که باید فاکتور بکنیم در خرید خونه از ما. و آخر سر نمیخوام همش حرف اخبار بد بگم و اخبار بد بزنم، هنوز میشه خونه خرید، مخصوصا اگه نقد داشته باشید. حالا به نظر میاد که تورم هم کمتر داره پایینتر میره و خب به هر حال فد یه زمانی امسال یا سال دیگه نگاه میکنه و میگه خب میتونیم ریت ها رو بیاریم پایینتر و خب خونه ها میتونه یکم از لحاظی به جای $3,000 $4,000 $5,000 در ماه یه خورده واما کمتر بشه، بیشتر شما بتونید خونه بخرید. عزیزان دل، مرسی که یک ویدیو دیگر رو دیدید. میدونم یه ویدیو ریاکشن بیشتر بود به یوتیوب، حتما کامنت بذارید بگید که از این فرمت ویدیو خوشتون میاد، میتونیم بیشتر به وقایع اخیر اقتصادی، وقایع اخیر مربوط به منزل، اقتصاد، بیزنس ریاکت کنیم یا بیشتر ویدیوهای به قول معروف این دی فیلد میخواید. خیلی دوستم در این مورد بیشتر صحبت کنم چون کسی نیست که واقعا اینجا اخبار اقتصادی رو بگه و همه میگن قیمت خونه بالاست پایینه، سود بالاست پایینه، ولی چه چیزی واقعا باعث میشه این بعد بیشتر روش تحقیق بکنیم. مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما کامنت بذارید، سوالی دارید بپرسید، من خیلی خوشحال میشم جواب بدم. حتما اگه بحثی دارید، ایده ویدیویی دارید، قطعا به من بدید. ولی تا دیدار دیگر دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.